بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. گفتند از پروردگار خود بخواه به ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گفت خداوند می فرماید این گاو است نه پیر یعنی از کار افتاده و نه جوان یعنی نارسیده، بلکه میانه بین این دو. پس آنچه را به آن مأمور شده اید بجارید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا بیان کند که آن گاو چی رنگی دارد. گفت خداوند میگوید بیشک آن گاوی است زرد یک دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گاو بر ما مبهم شده است. اگر خداوند خواسته باشد ما واقعا رهیاب خواهیم شد.